صدای ما را از تدکس تهران میشنوید، جایی که میتوانید خلاق باشید، خلاق بمانید و خلاق فکر کنید. اینجا تدکس تهران است. تدکس تهران یه فرصت فوق‌العاده است برای پیدا کردن کلی دوست جدید، برای همکاری تو برگزاری یه رویداد بین‌المللی و دور و بر خودتون رو با آدمای موفق، خلاق و شاد پر کنین. آدمایی که اون شکلی دارن زندگی میکنن که دوست دارن. اگه این شکلی فکر کنین، پس تدکس یکی از گزینه‌هاتونه، اونم تدکس تهران. سلام، من برای کسب تجربه‌های خارق‌العاده و پیدا کردن دوستای جدید و خوب در تدکس تهران داوطلب شدم. من در برگزاری تدکس تهران کمک میکنم چون سالها تد یکی از علاقه‌مندیام بود. استاندارد اجرای تد جالبه. دوست داشتم بدونم تدکس تهران مسئول چه گروهیه. من در برگزاری تدکس تهران کمک میکنم چون میخوام سهمی در گسترش و معرفی ایده‌های خلاقانه ایرانی‌ها داشته باشم. من به برگزاری تدکس تهران کمک میکنم چون تغییر رو دوست دارم. تدکس راهی واسه ایجاد تغییره و سخنرانی تدکس تو خیلی مسائل دید منو بهتر کردن. از این بابت خیلی خوشحالم. علت اینکه عضو این مجموعه هستم اینه که کمک کنم تا هیچ وقت دیواری مثل دیوار پشت سر من، دیوار برلین، توی دنیا تکرار نشه. برای اینکه کمک به گسترش ایده‌های موفق یکی از بهترین راهایی که میتونه به پیشرفت خودمون و جامعه اطرافمون منجر بشه. تدکس تهران، چون تو اینجا هیچ کس بهت نمیگه این کار درست چیه. درست ترین کار همیشه اون چیزیه که خودت دوست داری. چون شور و اشتیاق بچه‌ها تو این گروه دوستانه برای ایجاد تغییر توی جامعهمون واقعا به آدم امیدواری میده. از روزمرگی زندگیم خسته شده بودم، خواستم یه کار متفاوت و جالب انجام بدم که رو افراد جامعه‌ام تاثیر مستقیم بذاره. اینجا دقیقاً همون جایی بود که من دنبالش میگشتم. شما هم امتحانش کنید. تجربه خیلی جالبیه. ایده‌هاش خوبن، آدماش بی‌نظیرن، تجربه‌اش تکرار نشدنیه. بگم بازم من در برگزاری تدکس تهران همکاری میکنم چون دوست دارم در گسترش دانش برای جوانای مملکتم سهیم باشم. وقتی عضو تیم تدکس تهرانی ایده‌های تو هم در نظر گرفته میشه، دوستای فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنی و تجربه‌ها و چیزهای عالی. من همیشه حرکت و رشد دوست دارم و کار تو تدکس تهران جدا از فرصتی که بهم میده برای کمک به ایجاد یه حرکت تو جامعه، باعث حرکت و رشد خود منم میشه. من تبلیغات تدکس تهران رو دیدم، گفتن که جلوی ریزش مو میگیره. همه بچه‌ها مو دارن، خیلی خوبه. بعد اومدم خیلی بدتر شد. نکنید من گولشون رو خوردم. همین. دنیای من عوض کرده. یه دینی بهش دارم که هستم باشه.